در شهر اسفری ولایت سوغ در سمت عملی سازی هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور تدبیرهای عملی راه اندازی می شوند. در این ردیف به تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی، جایهای نوی کاری، برقرار کردن فعالیت کارخانه‌های بازایستاده، استحصال محصولات صنعتی با صفت و واردات وصل کننده و صادراتی توجه خاص ظاهر کرده می شود. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اسفره ساحه صنعت رشد می‌یابد و کارخانه‌های نوی صنعتی، خط‌های نوی استحصالی به کار شروع می‌کند که این برای زیاد شدن حجم استحصال و تأمین ساکنان با کار مساعدت می‌نماید. الحال در شهر اسفره 11 کارخانه به کارکرد میوه خشک مشغول بوده. برای زیاد نمودن حجم صادرات و استفاده تکنولوژی نو تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. در کارخانه کارگاه‌های صنعتی شهر اسفره یعنی مخصوصا در کارخانه بست و بند میوه خشک در دوام 3 ماه یکم با مقدار 368 تن خشک میوه کار کرد و بند و بست کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 126 تن زیاد بوده. استحصال محصولات صنعتی با صفت خوب یعنی با بند بست حاضر از زمان بند بست کرده شده صادرات کرده شد. این گواهی از آن می‌دهد که ما در دوام سال 2024 نسبت به سال 2023 سپری گردیده صادرات محصولات کشاورزی بندوبست میوه خشک و اینچنین کنسروگی را زیاد می‌نمایند. باید تذکر داد که کارخانه‌های صنعتی کارکرد و بندوبست میوه خشک اشیاء خام را از تمام منطقه‌های جمهوری طریق شرطنامه دسترس می‌کنند. امروزها محصولات کارخانه‌های کارکرد به جز نقطه‌های فروش در حدود ولایت و جمهوری همچنین به خارج کشور صادرات کرده می‌شود. در نتیجه همکاری‌های سودمند با شریکان جغرافیای صادرات مال و محصولات نیز وسیع می‌گردد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اسفره فود دوام 4 ماه سال روان بیش از 778 تن میوه خشک را به کشورهای دور و نزدیک صادرات نموده است. در اینجا در یک ماه تا 200 تن میوه خشک با بندوبست زمانوی که در خارج از کشور به این محصولات طلبات بیشتر است صادرات کرده می شود. سال 2023 جمعیت دارای مسئولیتش محدود اسفره فود صادرات بیش از 1700 تن میوه خشک را به راه ماند و امسال این نشانداد زیاد کرده می شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت اسفره باشد دوام 4 ماه زیاده از 500 تن میوه خشک کارکرد و بندوبست شده را به خارج کشور صادرات نمود. این زمان در شهر اسفره همه جد و جهد به آن سفربر کرده شده است که صادرات محصولات صنعتی را به خارج کشور به همه منطقه‌های فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان اینچنین جمهوری بلاروس زیاد نمایند. در دوام 3 ماه اول از شهر اسفره به مقدار 13,000 تن محصولات خشک میوه به خارج کشور صادرات کرده شد. این هم باشد یکی از نشانده‌های بهتری می باشد. قید کردن ضرور است که بار اول کارخانه برکت اسفره به جمهوری جنوبی افریقا یعنی یوآر محصولات خود را صادرات کردند که به مقدار 40 تن علاقه راهسپار گردانده شد. اینچنین به ایالات متحده آمریکا، آلمان نیز در دوام 3 ماه صادرات میوه خشک به عمل برآورده شد. سال روان باغداران از میدان باغات زردالو حاصل فراوان را انتظارند و در صورت زیاد شدن حاصل زردالو کارکرد و بندوبست خشک میوه نیز زیاد می شود که این به افزون شدن حجم صادرات مساعدت می نماید. از این رو کارخانه‌های کارکرد میوه خشک برای همکاری و هوسمندی باغداران تدبیرها را عملی و اقتدار صادراتی کارخانه را تقویت می بخشند. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.